از چهار طرف حلقه کوههای بلند و سالار پیچانیدند. کوهساران ساکت و خاموش این موضع دلآویز را از شمال و بادها نگاه داشتند. در ناحیه فیض آباد به سه منطقه جدا گردیده کارمندان از روی مسئولیت برداشت داشته خدمت رسانی نموده ایستادند. واقعا هم تاجیکستان با طبیعت به همتایش سرزمین دلآویز و پرنکهت است. وزش شمال حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد و رونق یافتن ساحه خواجگی جنگل و برای سرسبز و خرم گشتن هر گوشه دیار محبوبمان جمهوری تاجیکستان برنامه‌های مخصوص را به تصویب رسانده است که این لحظه ما قرار داریم در یکی از منطقه جنگل پروری ناحیه فیض آباد که در اساس برنامه رشد ساحه جنگل پروری که تا سال 2026 به تصویب رسیده است بنیاد باغ را در مساحت 4 گکتار براه مانده و این باشد باغ میوه زردآلو می باشد که به رشد و رونق یافتن ساحه از منفعت خود دولتی خواجگی جنگل ناحیه فیض آباد در اساس برنامه رشد ساحه جنگل که در دوره سالهای 2022-26 را در بر میگیرد در این مدت در میدان 20 گکتار بنیاد جنگل زورهای نو زیاده از 3 گکتار پلانتاسیون باغ‌های نو گذرانده شده است. در میدان 98 تا 1 گکتار در این مدت برقرارسازی جنگلزارهای نو گذرانده شده است. 2026 در مساحت 6 گکتار کارهای بنیاد برقرارسازی جنگل اجرا گردید. از آن جمله 1750 بیخ نهالی همیشه سبز شناندیم و در مساحت 4 گکتار نهال‌های میوه دهنده به مانند سیب، چهارمغز، گیلاس، زردآلو شناندیم. در مساحت 52 گکتار با مقدار 8000 بیخ درخت از آن جمله 1000 بیخ قراقاچ، 1000 بیخ اکاسیا، 400 بیخ چهارمغز، 600 بیخ زردآلو، 3000 بیخ خوچ در شهرهای دوشنبه فیض آباد در مساحت 3.5 گکتار به مقدار 2500 بیخ نهال‌های همیشه سبز شنانده شد. در میدان زیاد از 20 گکتار همین سال گذشته سال 2025 در میدان 20 گکتار برقرارسازی جنگل از قبیل درختان اکاسیا، قراقاچ، درختان خوچ، درختان همیشه سبز صنوبر، درختان همیشه سبز و جنگلی گذرانده شد. اویدی برنامه کبوتی زورکنی از قبیل ارچه 1250 بیخ ارچه 750 بیخ درختان قراقاچ و اکاسیا یعنی درختان جنگلی. منطقه در اساس برنامه دولتی کبودی زورکنی تا سال 2040 در مساحت 30 گکتار درختان گوناگون را شناندند و ما در نزد درختی هستیم که این درخت اکاسیا نام دارد و برای طبیعت تاجیکستان عموما برای طبیعت اهمیت گوناگون دارد. درخت اکاسیا اصلا برای تازه نگاه داشتن طبیعت و خوراک زنبورها و این چونین سایه افکن و در برابر این خاک را از ایروزیا امین می دارد. در دوره عملی سازی چنین هدفهای سازنده و بهر آباد و زیباگردانی کوچه و محله‌ها این نوبت شروع از درآمدگاه ناحیه تا کوچه و محله‌های جماعت‌های دهاتی دوردست و صحن انشاءات معارف و تندرستی کارخانه‌های استحصالی و دیگر اداره و تشکیلات‌ها در مرکزهای ناحیه به جلب تمام ساختارهای گوناگون حشر دسته‌جمعانه ناآشنایی تشکیل گردیده بهر آبادی و زیباگردانی سیمای ناحیه سهم‌گذاری نمودند. در میدان 1.5 گکتار مؤسسه تصمیم گرفته است که اویدی برنامه کبوتی زورکنی که دوره تا سالهای 2040 در بر میگیرد در میدان 1.5 گکتار در منطقه جنگل پروری سرخاب در موضع بوستان پرورش نیال‌های همیشه سبز و سایه افکن و میوه دهنده را براه مانده شده است که عین زمان در سبزیشی نقض قرار دارد. در روند وسعت کبودی زورکنی‌ها در ناحیه
خوجگی‌های دهقانی باغپروری نیز دوره به دوره زیاد گردیده در فراوانی محصولات سهم می‌پذیرند. با مقصد زیباگردانی اطراف باغ، نهالان گوناگون، سویافکن آرایشی و میوه‌دهنده شناخته شده است. و حال باشد در خوجگی‌های نهالپروری ناحیه نهالان گوناگون، سویافکن و اینچنین درخت همیشه سبز پرورشش برام مانده شده است. شعبه حفظ محیط زیست در ناحیه فیض‌آباد طبق نقشه سال 2025 و 2026 عاید برنامه مذکور 16,000 بیخ نهالان گوناگون را به نقشه گرفته است. با مقصد اجرای برنامه دولتی کمزورکنی جمهوری توسعه برای دوره سالهای 2040 نقشه چهاربینی تهیه کرده به جماعت‌های شهرک دیهات ناحیه با موافقه کرده شده است. تا امروز در ناحیه در نقشه که اجرایش نقشه 16000 بیخ را در بر می‌گرفت، تا امروز در ناحیه بیش از 12759 بیخ نهال‌های همیشه سبز آرایشی سویافکن و میوه‌دهنده در تمام شکل فعالیت خوجگی‌داری شناخته شده است. همزمان تشکیلات مؤسسه‌هایی که در ناحیه فعالیت میکنند، بیمارخانه مرکزی، شعبه معارف ناحیه فیض‌آباد، دیگر تشکیلات جمعیتی عهده‌دار گردند که در این معرکه مهم سهم خود را گذارند. ناحیه فیض‌آباد یک از ناحیه‌هایی میباشد که ترانزیتی میباشد. از داخل ناحیه سیاحان و مهمانان به طرف شهر روغون و وادی رشت سفر میکنند. از این خاطر ما همیشه کوشش می‌نماییم که شاهراه ناحیه فیض‌آباد همیشه زیبا و تازه آزاده باشد. امروز ناحیه فیض‌آباد در یک سطح بسیار هم خوب شاهراه در هم از حساب تازگی و هم از حساب سبزکنانی آرا داده شده است. نقشه چهاربینی برای سال 2026 عاید کبودی‌زارکنی 950 بیخ درخت‌های گوناگون را در بر می‌گیرد که از آن میوه‌دهنده همیشه سبز سویافکن میباشد. در سال روان در موسم کبودی‌زارکنی در حدود شهرها، در نزد مؤسسه‌های تعلیمی و در کارخانه‌ها و در خوجگی‌های دهقانی حدود جماعت زیاده از 250 بیخ درختان سویافکن همیشه سبز و میوه‌دهنده شناخته شد. مقصد اساسی کبودی‌زارکنی این پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده میباشد. از جهت اکولوژی تازه نگاه داشتن هوا، گرد و اطراف و زیبایی طبیعت با همین مقصد می باشد. در حدود جماعت مؤسسه‌های تعلیمی تندرستی می باشد، بخصوص باغچه‌های کودکانه می باشد که در گرد و اطراف همون کارخانه مؤسسه‌ها در بسیارتر درختان همیشه سبز سویافکن شناخته می شود. اقلیم طبیعت تاجیکستان با پرورش نهال و شناختن درختان گوناگون وابسته به تابعیت شهر و ناحیه‌ها خیلی هم مساعد است. در ناحیه فیض‌آباد بهر پرورش نهال و درختان و گل و گلبوته‌های گوناگون داخلی و خارجی خوجگی‌های طبیعت مساعد می‌باشد. از طرف مقامات ناحیه برای نگهبانی ارچه‌زارها واحد کاری گشوده شده و عین حال در ارچه‌زارها به شکلداری درختان را براه ماندند. تازه آزاده داشتن نهال‌ها به شهرهای دوشنبه فیض‌آباد حسن دوچند زم نموده است. در اساس برنامه کبودی‌زارکنی که تا سال 2040 را در بر میگیرد، کارخانه ما تا به امروز در مرکز ناحیه زیاده از 1000 نهالی سویافکن و آرایشی شنانیده در حالت خوبی سبزش عین حال قرار دارند و اینچنین همه ساله هر یک موسم ده گل‌های موسمی و دائمی شنانیده نگاهبین میکنیم و سبزشی دائمی آنها رو تامین می‌نماییم. عموما در همین دوره تا به همین روز در سال جاری زیاده از 70,000 نهال‌های گلی همیشگی و گل‌های موسمی شنیدیم که عین حال در حالت خوبی سبزش قرار دارند. از قبیل گلی لاله میگیم یا اینکه تولپن ما 65,000 نهال گلی تولپن
шинонида айни ҳол саргузиши хуб дорад. барномаи кабудизоркунӣ дар ноҳияи Файзобод тибқи нақша идома ёфта, ҳар гӯшаву канори ноҳия булбулшукуфону сарсабз гашта истодааст. Ободии ватан, зебоии маҳал аз шахси ватандӯст маншаъ мегирад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон табиати Тоҷикистон зебогиҳои хоси худро дорад. ин лаҳза ёдовар мешавем, ки барномаи табиати Тоҷикистон аз ноҳияи Файзобод пахш гардид, ки ҳар яке шумо метавонед аз ин табиати барҳаво, аз ин зебогиҳои мавзеъҳои ҷумҳурии Тоҷикистон омада аз наздик як таассуроти негиред ва баҳравар гардед. ин лаҳза барномаи табиати Тоҷикистон ба анҷом мерасад. То барномаи оянда шоду пирӯз монед.